سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی هستم و به چنل GMRN خوش اومدید. داستان بعد از گیم پلی میشه گفت مهمترین مشخصه یه بازیه و خیلی از گیمرها به داستان یه بازی اهمیت خیلی زیادی میدن. حالا از بین بازی‌های داستانی عالی که توی تاریخ ویدیو گیم اومدن میخوایم 10 تاشون رو انتخاب و در موردشون صحبت کنیم. پس لایک رو بزنید و این 10 بازی رو تماشا کنید. I wish things were different. Ellie! شماره 1 Red Dead Redemption 2. تو شاهکار بودن Red Dead شکی نیست. این بازی همه چیش عالیه. از گیم پلی بی‌نظیرش گرفته تا محیط‌ها و مناظر چشم نوازش. داستان Red Dead هم کاملا در خور این بازیه. شما نقش آرتور مورگان که یه گنگستر حرفه‌ای رو دارید. البته فکر کنم دیگه هر کسی که با گیم آشنا باشه آرتور مورگان رو میشناسه. داستان بازی حول محور گروهی از کاوبویا به رهبری آرتور مورگان میچرخه که برای بقا تلاش میکنن. یکی از ویژگی‌های عالی Red Dead محیط پویای اونه. تعاملی که با NPC ها دارید باعث میشه که خیلی بازی رو بهتر درک کنید و جهان بازی رو باور داشته باشید. تصمیم گیری‌هایی که میکنید روی تجربه شما از بازی و حتی داستان بازی تاثیر داره و این داستان غنی و پیچیده Red Dead رو نشون میده. شاید یه سری از بازیکن‌ها با حس حال وسترنی بازی ارتباط برقرار نکنن، ولی داستان Red Dead چیزیه که یه بازیکن با هر سلیقه‌ای میتونه ازش لذت ببره. شماره 2 بایوشاک. کسایی که بایوشاک رو بازی کردن میدونن این بازی چه شاهکاریه. و البته اگه هم بایوشاک رو بازی نکردید حتما تا حالا اسم این بازی رو تو بین بهترین بازی‌های تاریخ دیدید. این بازی اکشن ادونچر و البته المان‌های ترسناک هم توش استفاده شده. داستان بازی توی زمان 1960 رخ میده و مکان اصلی بازی هم یه شهر زیبا و البته تا حدودی ترسناک زیر دریاست. شما تو نقش کاراکتر اصلی به طور اتفاقی توی این شهر گیر میافتید و باید هر طور شده از اتفاقات خطرناک بازی جون سالم به در ببرید. طی بازی رازهای مختلفی در مورد این شهر و شخصیت‌های بازی میفهمید که باعث کامل شدن داستان برای شما میشه. داستان بازی در کل پیچیده است و ترکیب ترس و اکشن توی بایوشاک گیم پلی بازی رو جذاب کرده و گیم پلی بایوشاک هم درست مثل داستانش عالیه. شماره 3 The Last of Us Part 1. کلا سری The Last of Us با این حال که از همه نظر عالیه ولی بیشتر به خاطر داستان شاهکار شناخته میشه. نسخه اول The Last of Us به غیر از روند داستانی بی‌نظیرش کاراکترهای عالی هم داره. تعامل کاراکترهای این بازی مخصوصا الی و جوئل و کارهایی که از این دو کاراکتر می‌بینیم ما رو بیشتر عاشق این گیم میکنه. شاید تو نگاه اول داستان بازی در مورد نجات جهان باشه، ولی وقتی روند بازی رو طی می‌کنید میفهمید که داستان The Last of Us توی هر دو نسخه‌اش کاملا شخصی و بازیکن خیلی بهتر میتونه با کاراکترها همزاد پنداری کنه. 100% داستانگویی محیطی در استفاس هم توی سبک خودش عالیه و این داستانه کوچیک و فرعی همشون به بازیکن کمک میکنن تا داستان اصلی بازی رو بهتر درک کنه. این مورد ما توی در استفاس 2 زیاد دیدیم. هر زمانی سراغ استفاس و داستانش برید همیشه همون حال و هوای بار اولو براتون داره. شماره 4 سایلنت هیل 2. سری سایلنت هیل هم مخصوصا نسخه دومش داستانش مثل The Last of Us غمگینه. ترسناک بودن سایلنت هیل به زیبا شدن داستانش خیلی کمک کرده. غم و ناراحتی توی این بازی خیلی زیاد و مخصوصا محیط بازی یه حس عذابی بازیکن میده که البته همین چیز باعث میشه بازیکن کاراکتر اصلی بازی رو بهتر درک کنه. داستان سایلنت هیل 2 ساده است ولی انقدر قشنگ روایت میشه و توی روایتش از اتمسفر بازی کمک میگیره که هیچ وقت از ذهن بازیکن پاک نمیشه. نوشته‌هایی که توی بازی پیدا می‌کنید اکثرا داستان غم انگیز انسان‌های دیگه‌ن که سنگینی عذاب وجدان اونا رو به اینجا کشونده. اصل سایلنت هیل 2 درک کردن کاراکتر اصلیه و باید بگیم این نسخه از این سری معنای واقعی سایلنت هیل رو نشون داده. شماره 5 The Witcher 3 Wild Hunt. ویچر بیشتر به خاطر جهان زیباش معروفه و همین جهان زیبای این سری بازی توش کلی داستان شاد و غم انگیز هست. داستان اصلی بازی حول محور کاراکتر گرالت که یه شکارچی هیولاه میچرخه. البته که توی هر سه بازی ویچر گرالت کاراکتر اصلی بوده، اما توی ویچر 3 گرالت به اوج تجربه و مهارتش رسیده. این کاراکتر توی ویچر 3 به دنبال دختر خودش یعنی سیری میگرده و داستان اصلی بازی هم در این مورده. طی این مسیر کلی داستان فرعی توی جهان ویچر هست که میتونید ببینید. ویچر هم مثل سریال گیم آف ترونز از روی یک کتاب اقتباس شده و یکی از دلایل عالی بودن داستان و جهانش همینه. ویچر 3 توی سال 2015 بهترین بازی سال هم شد. شماره 6 آنچارتد 4. آنچارتد 4 داستان حماسی نیتن دریک رو روایت میکنه. نیتن دریک بعد از گذشت 3 بازی اصلی و همینطور بازی فرعی سری آنچارتد به تکامل رسیده و آنچارتد 4 بهترین موقع بود که یه داستان بی‌نظیر از این کاراکتر ببینیم. توی این نسخه هم کاراکتر اصلی دنبال گنج‌های باستانیه. البته داستان بازی توی این نسخه تمرکزش کامل روی نیتن دریکه. مثل نسخه‌های قبلی یا بهتر بگیم مثل بازی‌های دیگه شرکت ناتی داگ، این بازی هم محیط‌های زیبا و چشم‌نوازی داره.
گیم پلی بازی هم توی این نسخه به اوج کیفیتش رسیده و از نظر گیم پلی و محیطی و حتی تا حدودی داستانی این بازی بهترین نسخه از سری آنچارتده. البته که طرفداری این سری نسخه دومو به عنوان بهترین نسخه آنچارتد میدونم که اون بازی هم بی‌نظیره. شماره 7 گادآوار. گادآوار سال 2018 بدون شک بهترین داستان بین گادآوارا تا اون موقع رو داشت و واقعا هم کسی انتظار نداشت گادآوار که یه بازی کاملا گیم پلی محوره بتونه همچین داستان حماسی رو روایت کنه. البته گادآوار 3 هم مخصوصا توی بخش آخر بازی از نظر داستانی سنگ تمام گذاشت و یه چیزایی توی داستان نشون میداد که از یاد گیمر پاک نمیشن. گادآوار سال 2018 ایده داستانش خیلی ساده است ولی انقدر جهان بزرگی داره که ساده بودن ایده داستانی باعث میشه بهتر این جهان رو درک کنید. داستان حول محور سفر کریتوس و پسرش آتروس به بلندترین کوه جهان نورسه که اصل بازی به همین تعامل اتفاقاییه که برای کریتوس و پسرش میافتن. حالا این دنیایی که از جهان نورس توی این بازی میبینیم فقط بخش کوچیکی از زیبایی‌های این جهانه و توی گادآوار راگناروک تقریبا هر چی که توی این جهان وجود داره هست و جهان نورس رو برای گیمر جمع میکنه. شماره 8 The Walking Dead سیزن 1. سریال واکینگ دد وقتی که اومد تونست یه دنیا آخرالزمانی بی‌نظیر بسازه که بعد از اون خیلی از بازی‌ها خواستن به همین موفقیت واکینگ دد دست پیدا کنن. ولی نزدیکترین تجربه به جهان واکینگ دد بازی اقتباس شده از خود واکینگ دده. البته که این بازی اقتباس مستقیم از روی داستان سریال نداره و فقط جهان بازی رو با یه داستان جدید روایت میکنه. این باعث میشه کسایی که سریال واکینگ دد رو دیدن و با حال هوای اون آشنا هستن هم بتونن از این بازی لذت ببرن. بازی واکینگ دد مخصوصا توی سیزن 1 تمام ویژگی‌های اصلی دنیا آخرالزمانی سریال رو داخل خودش داره. اتمسفر تاریک و دلگیر، داستان غم انگیز و ناراحت کننده و تصمیم‌گیری‌های مهم کاراکتر اصلی که داستان بازی رو رقم میزنه. داستان واکینگ دد چیزی فراتر از بقا توی دنیای نابود شده است و ما در واقع داستان شخصی کاراکتر اصلی رو می‌بینیم که خوشی و غم‌های مختلفی رو تجربه می‌کنه. شماره 9 نیر اتوماتا. این بازی هم دنیای آینده بعد از زمین رو نشون میده که انسان‌ها مجبور به مبارزه با ربات‌های پیشرفته شدن. این بازی شاید نسبت به بازی قبلی لیست کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی داستان بازی بازیکن رو مجبور میکنه در مورد سوال‌های مختلف و فلسفی فکر کنه و مسائل عمیقی که توی داستان این بازی مطرح میشه توی کمتر بازی میشه پیدا کرد. البته که بازی به غیر از داستان توی گیم پلی و بقیه بخش‌های بازی هم عالی کار کرده و این تجربه تکرار نشدنی رو براتون میسازه. شماره 10 The Last of Us Part 2. قسمت دوم لاستافاس به غیر از اینکه نسخه قبلی این سری رو از نظر محیطی و گیم پلی بس میده، از نظر داستانی هم به یه سطح جدیدی میرسونه. تو نگاه اول به نظر میرسه داستان بازی در مورد نفرته، ولی وقتی بازی رو تموم میکنید میفهمید که داستان بازی خیلی فراتر از چیزیه که ازش انتظار دارید و درک داستان سخت میشه. البته خیلی از گیمرها از داستان بازی و اتفاقایی که توی اون میفته راضی نبودن، اما هرچی بیشتر توی محیط بازی میگردید داستان براتون منطقی تر میشه. داستان دلستاواس 2 بی‌نقص نیست، ولی واقعا براش زحمت کشیده شده و این بازی داستان فراتر از ویدیو گیم تحویل گیمر میده. از داستان که بگذرین، The Last of Us Part 2 تو جنبه‌های دیگه بازی هم شاهکاره و شاید اگه داستان بازی هم به دل همه طرفدارا میشست، این بازی میتونست بالاتر از هر ویدیو گیم دیگه‌ای باشه. این لیست ما از 10 بازی برتر داستانی بود و مطمئنا بازی‌های زیادی هستن که از نظر داستانی شاهکارن و ما توی این لیست بهشون اشاره نکردیم. ولی اگه خواستید حتما پارت 2 این ویدیو رو میسازیم و بازی‌های مهم دیگه رو داخلش توضیح میدیم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و اگه هم کلا به گیم علاقه دارید چنل ما رو ساب کنید تا ویدیوهای بعدی به دستتون برسه. تا ویدیوهای بعد، فعلا.